به نام خدای هستی بخش. سلام، به یکی دیگه از داستان‌های کانال پیسفول اسلیپ خیلی خوش اومدید. ازتون میخوام قبل از شروع داستان در حالت راحتی قرار بگیرید تا به کمک همدیگه خواب بهتری رو تجربه کنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در روزگاری دور زیر گنبد آسمان پادشاهی بزرگ و باهوش زندگی می‌کرد که 3 پسر داشت. هر یک از پسران او ویژگی‌های خاصی داشتند. پسر بزرگ شجاع و نیرومند بود، پسر وسطی زیرک و باهوش و پسر کوچک با قلبی مهربان و روحی لطیف. روزی پادشاه در حالی که به پسرانش نگاه می‌کرد تصمیمی جدی گرفت. او را صدا زد و گفت وقت آن رسیده که شما باید همسرانی برای خود پیدا کنید. برای این کار باید بیرون از شهر بروید و تیر بیندازید. هر جا تیر شما فرود آمد از همانجا دختر بگیرید. پسران با اشتیاق و همت به بیرون شهر رفتند. پسر بزرگ تیرش را با قدرت پرتاب کرد و تیر به باغی زیبا افتاد. او سریع به سمت باغ رفت و در زد. صاحب باغ که مردی مهربان و دست و دلباز بود به او گفت پسر پادشاه خوش اومدی. از خدا خواسته خوشحال می شوم دخترم را به تو بدهم. و این گونه پسر بزرگ صاحب همسری شد که او را بسیار دوست داشت. پسر دوم نیز تیرش را پرتاب کرد و تیر به دیوار خانه‌ای فرود آمد. او به صاحب خانه گفت من پسر پادشاه هستم و تیر من به دیوار تو افتاده. میخواهم با دخترت ازدواج کنم. صاحب خانه که مردی ساده و خوشقلب بود با خوشحالی دخترش را به او داد. حالا هر دو برادر بزرگ و متوسط با همسران خود زندگی خوشی را آغاز کردند. اما پسر کوچک که تیرش را انداخت و تیر به چشمه‌ای افتاد که قورباغه‌ای در آن آب بازی می کرد. او که نگران و ناامید شده بود گفت چگونه می توانم با قورباغه‌ای عروسی کنم؟ اما قورباغه با صدای انسانی به او پاسخ داد نگران نباش، چون تیر تو به اینجا افتاده باید با من ازدواج کنی. پسر کوچک با دلگرمی او را به قصر برد و به پدرش گفت که می‌خواهد با قورباغه ازدواج کند. پادشاه که خود شرط را گذاشته بود با کمال میل قبول کرد. سالها گذشت و پسران با همسرانشان زندگی خوشی داشتند. اما روزی پادشاه که از زندگی خسته شده بود تصمیم گرفت یکی از پسرانش را به عنوان جانشین خود انتخاب کند. او 3 شرط برای آنها گذاشت که هر کدام باید به انجام برسانند. پادشاه که به خوردن بسیار علاقه‌مند بود تصمیم گرفته بود شرطها را هم به غذا مرتبط کند. شرط اول این بود که هر یک از پسران باید با همسرانشان کلوچه‌ای بپزند که او تا آن روز نخورده باشد. پسران با شور و شوق به خانه‌هایشان برگشتند و به همسرانشان گفتند که چه خواسته ای از آنها دارند. صبح روز بعد پسر بزرگ کلوچه‌ای خوشمزه آورد که همسرش پخته بود. پادشاه کلوچه را چشید و گفت این کلوچه خوشمزه است، اما باید منتظر برادرانت باشم. روز دوم پسر وسطی هم کلوچه‌ای آورد و پادشاه از آن نیز خوشش آمد. اما پسر کوچک که نگران بود به قورباغه گفت
چگونه میتوانم کلوچه درست کنم؟ قورباغه با آرامش گفت نگران نباش، امشب خوب بخواب و صبح معجزه‌ای خواهد شد. صبح روز بعد پسر کوچک با کمال تعجب دید که کلوچه‌ای بزرگ و خوشمزه بر روی طاقچه قرار دارد. او با خوشحالی به قصر رفت و کلوچه را به پادشاه تقدیم کرد. پادشاه پس از چشیدن کلوچه گفت این کلوچه از همه خوشمزه تر است و تو شرط اول را بردی. شرط دوم این بود که پسران باید شیرینی بپزند که پادشاه تا آن روز نخورده باشد. پسران دوباره به خانه هایشان رفتند و از همسرانشان خواستند که برایشان شیرینی بپزند. روز اول پسر بزرگ شیرینیش را آورد و پادشاه آن را چشید و گفت بسیار خوشمزه است. روز دوم پسر وسطی هم شیرینیش را آورد و پادشاه از آن نیز تعریف کرد. اما پسر کوچک که نگران بود به قورباغه گفت این بار چه کار کنم؟ قورباغه دوباره به او اطمینان داد که شب را با آرامش بخوابد. صبح روز بعد پسر کوچک با ظرفی پر از شیرینی‌های خوشمزه بیدار شد. او با خوشحالی به قصر رفت و شیرینی را به پادشاه تقدیم کرد. پادشاه پس از چشیدن شیرینی گفت این شیرینی از همه شیرینی‌ها خوشمزه تر است و تو شرط دوم را هم بردی. شرط سوم این بود که پسران باید آشی بپزند که پادشاه تا آن روز نخورده باشد. پسر بزرگ و پسر وسطی با دلسردی به خانه هایشان برگشتند، اما پسر کوچک به همسرش گفت که باید برای پادشاه آش بپزند. قورباغه گفت اجازه بده تا نوبت تو برسد. پسر بزرگ و پسر وسطی آشی را که همسرانشان پخته بودند به پادشاه دادند و پادشاه از آنها تعریف کرد. اما پسر کوچک تصمیم گرفت تا بیدار بماند و ببیند قورباغه چه کار می کند. شب قورباغه به شکل دختری زیبا درآمد و به او گفت اگر می خواهی من همیشه به این شکل باشم باید جادوگری را که مرا به قورباغه تبدیل کرده است در شب 14 بکشی. پسر کوچک با شجاعت گفت من این کار را انجام می دهم. در شب 14 پسر کوچک سوار بر اسبش شد و به سمت کوهی که جادوگر در آن زندگی می کرد حرکت کرد. او از جنگل تاریک و ترسناک گذشت و به خانه جادوگر رسید. جادوگر خواب بود و پسر کوچک تیرش را در کمان گذاشت و به سمت او شلیک کرد. تیر به هدف خورد و جادوگر از بین رفت. پسر کوچک با خیالی آسوده به قصر برگشت و صبح روز بعد دختر زیبایش در انتظارش بود. آنها با شادی و عشق در کنار یکدیگر زندگی کردند و پسر کوچک به عنوان جانشین پادشاه شناخته شد. اینم از داستان پادشاه و پسراش. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و فردایی بهتر. شبتون خوش.